صبح دوشنبه 8 اپریل سال 2024 در فرودگاه فیومیچینو در شهر ریم پایتخت ایتالیا یک شهروند تاجیکستان را که با اتهام عضویت در سازمان تروریستی داعش تحت جستجو قرار داشت دستگیر کردند. در این باره خبرگزاری انسا با تکیه به پلیس ایتالیا خبر داد. وزیر کارهای داخلی ایتالیا ماتئو پیاندتوزی بازداشت شهروند تاجیکستان را نتیجه خیلی مهم کار مشکوکانه پلیس نامید. گفته می شود این مرد سال تولدش 1992 زمان دستگیر شد که با هواپیما از شهر ادنهوون هلند بری می آمد. هنگام تفتیش اسنادش معلوم شده است که او هنوز از سال 2014 به داعش پیوسته به سوریه رفته است و به این دلیل به ضد او در تاجیکستان پرونده گشوده تحت جستجوی بین المللی قرارش دادند. اسم مرد دستگیر شده نشر نشده است. پلیس ایتالیا تنها دو حرف اول نام و نسب او را آشکار کرد که سعی بوده است. پلیس گفت که سعی با مقصد پنهانکاری و فرار از بازداشت از نامه‌های گوناگون و شناسنامه‌های قلبکی استفاده می‌برد و خود را گاه از ازبکستان و گاه از قرقیزستان و گاه از اوکراین معرفی می‌کرد. در وقت‌های آخر این یگانه حالت با اتهام همکاری با داعش در کشورهای اروپا بعد از افتادن زادگان تاجیکستان نیست. ماه دکامبر سال 2023 چند زاده تاجیکستان در استریا و آلمان با اتهام آمادگی به انجام حمله در روزهای عید مولود مسیح در کلیساهای وینا و کیولن دستگیر شدند. 27 مارس سال 2024 وزیر کارهای داخلی اسلواکیا ماتئوش شوتای اشتوک در پارلمان خبر داد که یک شهروند تاجیکستان که با یک سازمان تروریستی مربوط به داعش رابطه داشت میخواست خود را گریزه وانمود کرده از اوکراین توسط اسلواکیا به قلمرو اتحاد اروپا وارد شود ولی دستگیر شد. وزیر کارهای داخلی اسلواکیا اسم این زاده تاجیکستان را آشکار نکرد ولی رسانه‌های اسلواکیا با تکیه به منابع خود خبر دادند که او امردین خولمورودوف است. خولمورودوف که 37 سال دارد هنوز ماه فوریه سال 2022 در مرز اوکراین با اسلواکیا دستگیر شد و تا ماه ژانویه سال 2024 در بازداشتگاه کوشیتسه دومین شهر بزرگ اسلواکیا قرار داشت. بعد رهاییش از بازداشت اسلواکیا را ترک کرده است. در تاجیکستان امردین خولمورودوف بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایتی و دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی ایبدار می شود. اما مخالفین تاجیک در اروپا ادعا دارند که خولمورودوف برای موقع سیاسیش تحت تعقیب قرار گرفته است، چون که گویا قبلا در شبکه‌های ادناکلاسنیکی با نام محمد جان عمروف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. همین طور 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنگورسک در کنار مسکو پایتخت روسیه حمله کردند، مردم را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بعدی 144 کس کشته شد. با اتهام دست داشتن در این حمله تا امروز دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله 4 متهم اساسی از تاجیکستانند. زادگان تاجیکستان را در انجام چندین حمله خونین در افغانستان و ایران نیز عیبدار میکنند. اشتراک روزافزون زادگان تاجیکستان در حمله‌های تروریستی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در کشورهای گوناگون مایه نگرانی‌های جدی در دوشنبه شده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه مارس در ملاقات با خادمان دین خبر داد که 3 سال آخر دست کم 24 زاده تاجیکستان در 10 کشور گوناگون دست به حمله‌های تروریستی زدند.